سلام. بعد از بررسی کامل و ارائه اطلاعات دانشگاه‌های علوم پزشکی مجارستان، امروز می‌خوایم به دانشگاه فنی مجارستان هم اشاره داشته باشیم. دانشگاه فنی مهندسی بوداپست مجارستان یا همون BME، دانشگاه بین‌المللی فنی و مهندسی بوداپست مجارستان یکی از معتبرترین و معروفترین دانشگاه‌های فنی و مهندسی در منطقه اروپای مرکزیه. دانشگاه فنی و مهندسی بوداپست مجارستان در سال 1782 میلادی فعالیت خودش رو شروع کرد. این دانشگاه در خودش نام‌های بزرگی رو جای داده که از جمله میتونیم به اساتید بزرگ علوم و رشته‌های مهندسی و اقتصاد با نام‌های ایگن وینگر، جیسن هارسین اولا، دنیس گابر و جورج هافسی اشاره کنیم که جوایز نوبل رو هم در رشته‌های فیزیک و شیمی و اقتصاد دریافت کردند. دانشگاه فنی و مهندسی بوداپست مجارستان در سال 2014 میلادی رنکینگ 359 رو از بین 1000 دانشگاه معتبر جهان در سایت وبومتریک به خودش اختصاص داده و در حال حاضر هم از دانشگاه‌های برجسته در رشته‌های فنی در جهانه. همچنین این دانشگاه رتبه 96 در اروپا و 421 رو در سراسر جهان کسب کرده. یکی از مزایای بزرگ دانشگاه فنی و مهندسی بوداپست مجارستان ارائه دروس تحصیلی به زبان‌های مختلف جهان هستش. ارائه این دروس به زبان‌های مختلف باعث جذابیت این دانشگاه برای دانشجویان مشتاق به تحصیل در این دانشگاه شده. زبان‌های ارائه شده در این دانشگاه عبارتند از انگلیسی، آلمانی، فرانسه و مجاری. دوره‌های آمادگی رشته‌های فنی و مهندسی در دانشگاه فنی و مهندسی بوداپست به علاقه‌مندان ادامه تحصیل در رشته فنی و مهندسی در این دانشگاه هم ارائه میشه. زمان آغاز ثبت نام و اقدام برای درخواست اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاه فنی و مهندسی ابتدای ماه آپریل حدوداً اردیبهشت ماه شروع میشه و تاریخ یک ماه جولای که حدوداً مرداد ماه هستش به اتمام میرسه. دانشجویانی که علاقه‌مند به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی هم هستند باید در ابتدا دوره آمادگی و پیش مهندسی رو پشت سر بذارن. سپس در آزمون‌هایی که از دروسی مانند ریاضی، فیزیک و زبان انگلیسی و همچنین رسم فنی برای رشته معماری برگزار میشه شرکت کنند و نمره قبولی برای ورود به دانشگاه را کسب کنند. انتخاب دانشگاه فنی و مهندسی بوداپست مجارستان مزایایی داره که شامل مواردی میشه که میتونیم یک دانشگاه فنی مهندسی بوداپست مجارستان یکی از بزرگترین مؤسسات آموزش عالی در اروپای مرکزی نام ببریم. دومین مورد مطابق بودن تحصیل در این دانشگاه با استانداردهای به‌روز جهانه. 3. شهرت بین‌المللی دانشگاه BME و دارا بودن قدرت جذب دانشجویان اساتید سر جهان شده. 4. کیفیت بالای آموزشی هماهنگ با استانداردهای جهان که آموزش به‌روز اروپا. دارا بودن اساتید برجسته رشته فنی و مهندسی در اروپا است. مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش دوره آمادگی دانشگاه مهندسی مجارستان شامل 1. ترجمه انگلیسی مدرک دوره متوسطه متقاضی، 2. کپی پاسپورت معتبر، 3. گواهی زبان انگلیسی از یک مؤسسه زبان که یک گواهی که به شما میدن و این باید تهیه بشه که تعیین کننده سطح زبان شما باشه. 4. رزومه متقاضی، 5. 250 یورو هزینه صدور پذیرش تحصیلی هستش. شهریه مقاطع تحصیلی دانشگاه فنی مهندسی بوداپست مجارستان شامل 1. هزینه صدور پذیرش تحصیلی دانشگاه فنی مهندسی بوداپست 250 یورو، 2. هزینه امتحان ورودی دانشگاه فنی مهندسی بوداپست 200 یورو، 3. شهریه دوره یک ساله آمادگی و پیش دانشگاهی دانشگاه فنی مهندسی 6640 یورو، 4. شهریه در مقطع لیسانس دانشگاه فنی مهندسی بوداپست سالانه 6640 یورو هستش. 5. شهریه در مقطع فوق لیسانس دانشگاه فنی مهندسی بوداپست سالانه 7200 یورو به بالا هستش وابسته به رشته دلخواه دانشجو. 6. شهریه در مقطع دکترای دانشگاه فنی مهندسی بوداپست سالانه 9000 یورو به بالا هستش. مدارک مورد نیاز جهت مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مهندسی مجارستان شامل 1. مدرک کارشناسی با حداقل معدل 70%، 2. کپی پاسپورت معتبر، 3. 2 عدد توصیه‌نامه از اساتید، 4. رزومه متقاضی، 5. مدرک تافل 90 و یا آیلتس 6 و 6 به بالا، 6. 250 یورو هزینه اخذ پذیرشه.
مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش مقاطع دکترای دانشگاه فنی مهندسی بوداپست مجارستان هم شامل یک مدرک کارشناسی ارشد با حداقل معدل 70%، 2 مدرک تافل 90 و یا آیلتس 6 و 6 به بالا، 3 پروپوزال تحقیقاتی، 4 کپی پاسپورت معتبر، 5 رزومه متقاضی و 250 یورو هزینه اخذ پذیرشه. ترم‌های موجود در دانشگاه فنی مهندسی بوداپست مجارستان هم مثل سایر دانشگاه‌های کشور مجارستان کلاس‌های خودشون رو در 2 ترم برگزار می‌کنن که به شرح زیره. یک ترم پاییز از اولین دوشنبه هفته ماه سپتامبر و ترم بهار هم از اولین دوشنبه هفته دوم ماه فوریه شروع میشه. دانشکده هایی که در دانشگاه فنی مهندسی بوداپست مجارستان فعال هستند عبارتند از دانشکده معماری دانشگاه مهندسی بوداپست مجارستان که رشته‌های سازه، طراحی منطقه‌ای و شهری، طراحی ساخت ساختمان، دانشکده مهندسی عمران راه و راهسازی و راهن، دانشکده مهندسی شیمی آلی و بیولوژیک و تکنولوژی غذایی، بیولوژی صنعتی و هیدرولیک رو هم در خودش جای داده. دانشکده الکترونیک و انفرماتیک مخابرات دانشگاه فنی مهندسی بوداپست مجارستان هم شامل رشته‌های مهندسی کامپیوتر، نرم افزار و سخت افزار، میکرو الکترونیک، قدرت، کنترل و تجهیزات هم هست. دانشکده مهندسی مکانیک و تولید پروسه دانشگاه فنی مهندسی بوداپست مجارستان رشته‌هایی مثل اقتصاد، روانشناسی، دانشکده علوم طبیعی و اجتماعی، مهندسی هسته‌ای، طراحی ماشین تربیت معلم، ریاضیات در مهندسی، دانشکده حمل و نقل مهندسی حمل و نقل، مدیریت صنعتی، مهندسی صنایع غذایی و شیمیایی، تکنولوژی هسته‌ای رو دارست. دانشکده علوم اقتصادی و روانشناسی دانشگاه فنی مهندسی بوداپست هم شامل 4 رشته میشن که عبارتند از اقتصاد، مدیریت بازرگانی، مدیریت و ارتباطات هستش. دانشجویان گرامی، جهت مراجعه به سفارت و اخذ ویزای تحصیلی حتما باید شهریه 1 سال تحصیل خودشون رو به حساب دانشگاه فنی مهندسی بوداپست به صورت مستقیم حواله کنن و اصل فیش بانکی و حواله خودشون رو به جهت صدور ویزا به مؤسسه و همچنین سفارت مجارستان ارائه کنن. شماره حساب واریز شهری دانشگاه فنی مهندسی بوداپست مجارستان هم در سایت خود دانشگاه موجود هستش. لازم به ذکر هستش که به جهت اطمینان به عدم تغییر شماره حساب حتما قبل از واریز شهریه به سایت دانشگاه مراجعه کنین و از صحت این شماره حساب دانشگاه اطمینان حاصل کنین و این رو هم بدونین که مؤسسه هیچگونه مسئولیتی در قبال واریز شهریه و یا تغییر احتمالی شماره حساب به عهده نداشته و نخواهد داشت. ممنونم که مثل همیشه همراه ما بودین.